أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، شکر میکنیم بر الله متعال که ما را توفیق نصیب کرد که در آیت 82 سوره بنی اسرائیل یا سوره اسراء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ننزل، و الله متعال میگه که ما نازل کردیم من القرآن، از قرآن عظیم شان. خصوصیت های قرآن عظیم شان الله متعال بیان میکنه که یکی از خصوصیت های قرآن عظیم شان چی هست؟ که قرآن عظیم شان شفا هست و رحمت است. قرآن عظیم شان شفا هست. در قرآن دو قسم شفا هست. یکی شفای معنوی هست که وقتی انسان قرآن بخونه، در حقیقت کفر یک مرض است، شرک یک مرض است، بدعت یک مرض است، ارتداد یک مرض است. بسیاری از گناه ها که است، گناه های کبیره مرض هستند، گناه های صغیره مرض هستند. حسادت و اینی گناه ها کلشان، غیبت، دروغ، اینا کلشان مرض هستند. الله متعال میگه که قرآن شفا هست، تمامی این امراض از قلب شما، از جسم شما پاک میسازه. از این خاطر مغز انسان توسط قرآن، فکر انسان توسط قرآن معالجه میشه، ذهن انسان توسط قرآن معالجه میشه، زبان انسان توسط قرآن معالجه میشه، دست انسان توسط قرآن. این کلش چی است؟ معالجه معنوی قرآن است. دیگه چی است؟ و شفای مادی هم است. وقتی که شما سر یک مریض سوره فاتحه را میخوانین، به شرطی که خودت به اون سوره فاتحه ایمان داشته باشی و اون مریض ایمان داشته باشه. چون اینجا الله قید کرده گفته و ننزل، الله متعال میگه که ما با عظمت خود، با قوت خود، با قدرت خود نازل کردیم من القرآن، که از قرآن شما گرفته میتونین چی را؟ ما آنچه را که هو شفاء، شفا هست، و رحمت، و رحمت است. لام اینجا لام تخصیص است، یعنی این خاص است، این شفا و رحمت برای مؤمنین، کسی که به قرآن یقین داشته باشه. حال یک نفر میگه قرآن کلام الله است، در شفای قرآنی ایمان نداره، میره پیش یک بت، میره پیش یک قبر، میره پیش یک مخلوق، میره پیش یک درخت، اما یک مرتبه سر مریض خود سوره فاتحه را نخونده. اگر این یقین داشته باشه، این را شفا میده. در قرآن گفت که در عسل شفا هست. یک نفر میدهش درد میکرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت برو عسل بخور. ای که عسل خورد، پس آمد گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم میده من خوب نشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم چون یقین داشت به آنچه که الله میگه، برش گفت که الله راست گفته، خب میده تو دروغگوی است، برو باز بخور. بازی نفر عسل خورد، باز آمد، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت که میده تو دروغ میگه، الله راست میگه، در شفا هست. مرتبه سوم وقتی که خورد، این نفر جور شد. پس در قرآن شفا و رحمت است، به شرطی که تو یقین صحیح داشته باشی. به بربو یقین میکنی، به اسپند یقین میکنی، به درخت یقین میکنی، به قبر یقین میکنی، به بت یقین میکنی، به قرآن یقین نمیکنی، پس اینجا خودت مریض هستی. قرآن راست گفته، جسم تو و فکر تو و عقل تو و عقیده تو غلط است. الله متعال میگه این شفا و رحمت است، به شرطی که مریض و کسی که بالای مریض چیز را میخوانه او ایمان داشته باشه و عقیده داشته باشه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما فکرتان باشه اگر قرآن برای ظالم بخوانی، او برش هنوز خساره میکنه. ظالم مشرک هر قدر برش قرآن بخوانی، کافر و بیدین هر قدر برش قرآن بخوانی، هنوز برای او خساره کرده میره، کفرش هنوز زیاد شده میره، هنوز کفر گفته میره. از نگاه صحیح هم اگر برش بگویی او هنوز خراب میشه. یک وقتی در یک جای بودم، یک دانه کمونست شیشته بودم اونجا، چشمای از این متعب چلوق بود. ما برش گفتم این چشمای طبیعی او چلوق هستی، چرا تداوی نمیکنی؟ وای گفت شما در قرآن نمیگه که در قرآن شفا هست؟ در قرآن تان سایکو هیچ ایمان نداره، نمیگه که به این قرآن ما ایمان نمیده. قرآن تان گفته شده که شفا هست. بگینید در چشم مخی دم کو که خوب شوه. ما گفتم اگر دم کنم کور میشی. گفت چرا کور میشم؟ گفتم سایکو. گفت نه سایکو تو غلط گپ میزنم. گفتم نه من غلط گپ نمیزنم. نه گفت غلط میگی. گفتم چی غلط میگم؟ گفت قرآن میگه که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین.
ما گفتم نه، تا همینجا خوان که شفا و رحمه و نزل من القرآن ما هو شفا، اون گفت قرآن گفت شفا است. ما گفتم نه آیت نیمه نخوان، تکمیل بخوان. شفا هست، رحمت است. برای کی؟ للمؤمنین. تو خود مؤمن نیستی، تو کافر کمونیست هستی. ولا یزید الظالمین الا خسارا. این گفت که اگر بخونی در چشم ازی خساره میبینه، اگر من بخونم چشمایت کور میشه. پس قرآن شفا و رحمت است برای انسان مؤمنی که با قرآن عقیده داشته باشه، یقین داشته باشه که شفا در قرآن است، که مجرد بخونی برش فایده میکنه. اما که یقین نداشته باشه باز میگه برو دیگه سرگردان بگرد. و اذا انعمنا علی الانسان، الله متعال میگه وقتی ما برای انسان ها نعمت را فرستادیم، نعمت دادیم، اعرض اعراض میکنه و نه آب جانبی، پالوی خود دور میته، روی خود دور میته، پالوی خود دور میته. و اذا مسه الشر، باز وقتی که برش بدی برسه کانه یئوسا، جگر خون میباشه. الله متعال میگه وقتی که برش نعمت اولاد بتیم اعراض میکنه، باز عوضی که بگه بر ما اولاد الله داد، باز میگه بر ما اینی شخص فلانی شخص بر ما اولاد داد. صحت بتیمش باز میگه فلانی بر ما صحت داد. عافیت برش بتیم باز میگه فلانی بر ما داد. این اعراض است، این روگرداندن است. باز که باز عذاب سرش نازل کردیم، باز هم تو پژمرده شیشته که بیری چطور است، والله زای تکت هستم، مریض هستم، چطور است، چنان است. باز مایوس میشم. قل کل، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، کل، هر کسی یعمل و عمل میکند علی شاکلته، به طریق خود، فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا. حالا اگر کسی امرای شما جا را بحث میکنه، میگه تو غلط میگی، این قرآن که تو میخوانی غلط است، این حدیث که تو میخوانی غلط است، این روش را که تو اختیار کردی غلط است، قل، بگو برشان کل یعمل علی شاکلته، هر کس به طریق خود چی میکنه؟ عبادت میکنه. تو که یهودی هستی، تو که نصرانی هستی، تو بت پرست هستی، هر کس کار خدا میکنه. فربکم، باز الله رب شما اعلم و بسیار دانا هست، بمن هو اهدی سبیلا، که کی هدایت شده در راه الله. حال هر کس ادعا میکنه، کلگی میگه من مسلمان هستم، کلگی میگه من دیندار هستم، کلگی میگه من پیرو دین هستم و من قرآن قبول دارم، من حدیث قبول دارم، من اتر هستم، لکن نمیگه. و ادعا نمیشه که نام تبانی، که تخلص بسیار لکس بانی. الله متعال میفهمه که کی هدایت شده. آیا تو واقعا آنچه که میگی تو صادقانه قرآن خواندی؟ یک نفر 60 سال عمرش تیر شده میگه من بسیار خوب مسلمان هستم. برش بگو 60 سال زندگی کردی؟ اگر در 60 سال یک ماه عمرت برای قرآن میدادی، تو قرآن میفهمیدی. یعنی شما جوانان الحمدلله زیاد وقت هم ندارید، مثلا روزانه 2 ساعت ما و شما قرآن میخوریم، نه؟ 2.5 ماه وقت کس داده باشه، 2.5 ماه بعد، اما اکثرش 3 ماه قرآن ختم میکنی. اینال تو خودت میفهمی روزی که آمدی در مجلس قرآن شیشتی و روزی که بخیر شهادتنامه فراغت از دوره قرآن میگیری، باز خودت میفهمی که در مغز چقدر تاثیر آمده، در فکرت چقدر تغییر آمده، در عملت چقدر الله را چقدر شناختی، عبادت الله را چقدر فهمیدی، چقدر حق و باطل درک کردی. یک نفر 60 سال عمر شدن یک مرتبه هم قرآن نخوانده، چه قسم میشه که هدایت شوم و باز بگه من مسلمان حقیقی هستم؟ نماز میخوانم، معنای نماز خدا نمیفهمم. چرا؟ معنای ساز را میفهمن، معنای موسیقی را میفهمن، حتی بسیاری کسا را ریش سفید از ات فیلمای ایندی را گپایش میفهمه، ات خواندنای ایندی را معنایش میفهمه، که مجردی که میخوانه برات بر ترجمه میکنه. اما کلام الله را که هر روز 5 وقت در هر رکعت نماز سوره فاتحه را میخوانه، برش بگو تو امیر ترجمه کن، ترجمهش نمیفهمه. این کلش بدبختی هست دیگه، این کلش خطرناک است. برای باز این نفر هدایت میشه. برش بگو دمی کل عمر دمی 60 سال یک مرتبه در درس صحیح البخاری شیشتی که تو محبت حدیث برات پیدا شوه؟ نه. عربا میگن کل عدو لما یجهل، هر کس دشمن چیزی است که او را نمیفهمه. اگر یک نفر همی کامپیوتر را نفهمه، دشمن کامپیوتر است. باز که کامپیوتر را بشناسه که چقدر منفعت داره، باز بهترین دوستش کامپیوتر میشه. پس هر کس دشمن کسی است که او را نمیشناسه. ارال بسیاری کسا چون حدیث نمیشناسه، دشمن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است، دشمن سنت است. قرآن نمیفهمه، دشمن قرآن است. اگر این وقت میداد باز با قرآن بسیار محبت میداشت. بگو فربکم، شما خدا نگوین که من بسیار خوب با تقوا هستم، خوب فهمیده هستم. فربکم الله اعلم، خوب دانا است، بمن هو اهدی سبیلا، که کی خوب هدایت شده به راه راست، کی راه راست حقیقتا هدایت شده است.
و یسالونک ای رسول الله صلی الله علیه و از تو سوال میکنن عن الروح، قل برشان بگو که الروح که است من امر ربی، از حکم پروردگار ما هست. روح مخلوق پروردگار ما هست، روح مخلوق پروردگار ما هست. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بر شما علم داده نشده مگر بسیار کم. ای که تو میگی من روح میفهمم و روح حاضر میکنم و روح مرده را حاضر میکنم، این کلش گپای مردمای دروغگوی و فریبکار است. کس نه روح کس را حاضر کرده میتونه، نه کس روح مرده را حاضر کرده میتونه، نه روح زنده را حاضر کرده میتونه. وقتی که بر رسول الله صلی الله علیه و مخلوق الله هست که به حکم الله در انسان ها وجود داره و روزش که شد از وجود انسان میبره. من که پیغمبر هستم در روح تصرف کرده نمیتونم. و ما اوتیتم من العلم الا قلیل، الله بر شما کل علم نداده که کل چیزا را یادتان داده باشه، قلیل است، بسیار کم است. ولا ان شئنا، و اگر ما بخوایم ای پیغمبر، لنذهبن، یعنی اگر ما بخوایم که چی کنیم، امی قرآن از قلب تو بگیریم. تو پیغمبر ای زور نداری، تو مخلوق هستی، این قرآن ما بر تو نازل کردیم، قدرت ما هست که در قلب تو جای دادیم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله متعال میگه ولا ان شئنا، اگر ما بخواهیم، لنذهبن، میبریم بالذی، آن چیزا که اوحینا الیک، بلای تو وحی کردیم، یعنی قرآن و سنت از قلب تو کلش میورداریم. ثم لا تجد لك علینا وکیلا، باز هیچ وکیل و کارسازی پیدا نمیکنی که باز در قلب تو قرآن و سنت جاگزین بسازه. نمیتونی، تو پیغمبر هستی، بنده هستی، این قدرت الله هست. الا رحمت من ربک، مگر ای که رحمت الله به. باز رحمت الله که بود امطور عالم میساز، چون پیغمبر صلی الله علیه و یک شخص ناخوان بود. الله متعال به اساس رحمت خود در قلب از قرآن چی کرد؟ وحی کرد. یکیش وحی جلی هست که قرآن است، یکی وحی خفی است که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. ان فضله کان علیک کبیر، ای پیغمبر فکرت باشه که این فضیلت الله بالای تو پیغمبر بسیار زیاد است. وقتی این فضیلت الله بالای پیغمبر زیاد است، این فضیلت بزرگ الله به هر کس میده، برای بنده های مخلص خود میده که واقعا قرآن و سنت تمسک میورزن. در جوانی، در 14 سالگی، در 12 سالگی، در 13 سالگی کل قرآن میفهمه، در درسای سنت میفهمه، احادیث یاد میگیره. چی فضیلت بزرگی است. اما یک کسی دیگه است که 60 سال از عمرش تیر شده معنای یک سوره قرآن نمیفهمه. الله میگه این فضیلت الله هست، ما برای هر کس نمیتیم، برای کسایی میتیم که قلبش مثل قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم قلب پاک داشته باشه، قلب خوب داشته باشه، ایمان خوب داشته باشه، به قرآن سنت یقین داشته باشه. باز الله متعال این فضل خدا برای از شخص نصیب میکنه. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر جمع شوند انسان ها و جن ها، علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، که بیارن مثل از قرآن، لا یاتون بمثله، آوردن نمیتونن مثل قرآن. تمام انسان ها و جن ها دست خدا یکی کنن، بخواین که یک کتاب جور کنن مثل قرآن وارد ساخته نمیتونن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگرچه بعضی از این انسان ها با بعضی جن ها یکی دیگه پشتوانی یکی دیگر باشه. ظهیر یعنی پشتوانه، کلشان دست خدا یکی کنن، بگن بیاین ما شما انسان ها و جن ها کل ما اتحاد میکنیم، یک کتاب میاریم مثل قرآن. گفتی را آوردن نمیتونن. ولقد صرفنا، و الله متعال میگه صرفنا یعنی بیان کردیم همین قرآن عظیم شان را، باز تکرار کردیم، دلائل گوناگون قدرت خدا للناس، بر مردم بیان کردیم، فی هذا القرآن، در قرآن، من کل مثل، از هر قسم مثال ها برشان دادیم. مثال موحد دادیم، مثال مشرک دادیم، مثال توحید بیان کردیم، ضد از شرک بیان کردیم، مثال هدایت گفتیم، مثال گمراهی را گفتیم، راه حق گفتیم، راه باطل برشان گفتیم، خوب برشان نشان دادیم، زشت برشان نشان دادیم، تا که اینا هدایت شدن. همه از اینا را بیان کردیم. فابا اکثر الناس الا کفورا، پس ابا کردن اکثریت از این مردم، چرا؟ مگر به خاطر اعراض و ناسپاسی. کل امی اعراض از اینا نبود مگر به خاطر ناسپاسی و کفران نعمت، به خاطر تکبر و تعصب و خودخواهی.
و قالو امینه میگه مشرکا مجرما همیشه عادتشانی هست، همیشه می سر تو انتقاد میکنن. تو که قدر خوب آدم هستی، مردم در مریخ رفت، برو در مریخ، برو این کور طلا بساز، برو این کارا بکن. فکرتان باشه که این عادت مشرکا هست. و قالو و گفتن لن نؤمن لك، ما به تو هرگز ایمان نمیاریم، هیچ پیغمبر، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، تا زمانی که انفجار نتی در زمین یک دانه چشمه را. برو یک دانه دینمی وسط شهر میخوایم که خوب یک چشمه باشه که همه تو عوج دمی آسمان بپره، یا او تو یک کار بکن، او تکون لک جنتون، یا برو برات یک دانه باغ اما تو بساز، او تو یک باغ باشه که در بین از نخیل باشه، خرما باشه و عنب و انگور باشه، و تفجر الانهار، باز در بین از این باغ جوی ها باشه، انفجار کنن، جاری شون، خلالها، در میان امی درخت ها و باغ های تو تفجیرات دیگه که اما تو جاری هستن، ها؟ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا چی شود، یا بیاندازی، تسقط بیاندازی از آسمان، کما زعمت، همین قسم که خودت گمان میکنی، بر پیغمبر میگه تو خود گمان میکنی، علینا بالای ما کسفا، یک پاره پاره، یعنی عذاب ها را سر ما برو بیار. او تأتی، یا بیاری بالله الله را بر ما بیار، و الملائکه و ملائکه را بیار، قبیله که تو رو بروی ما بشینیم که تزنا العیاذ بالله که تزنا گپ بزنیم و صحبت بکنیم. این کلش ادعاهای خطرناک مشرکا هست. او یکون لک، یا ما وقت قبول میکنیم که باشه تو یک چی داشته باشی، بیتون یک قصر داشته باشی من زخرف که خالص از طلا ساخته باشه، او ترقم فی السماء، یا او تشوه که بری طرف آسمان، ولن نؤمن الرقیه، که اگه باز گفتی که به طرف آسمان ما رفتم، مثل که در لیلة الاسراء و معراج، باز میگه نه، به این رفتن تا ما باور نمیاریم، حتی تنزل علینا کتابا، تا وقتی که تو نازل نکنی بر ما، نبری یک کتابی که اما تو کلش یک جایی باشه، نقرأه، باز ما اون کتاب از آسمان، اما تو یک دانه کتاب مخصوصی که ما بفهمیم کی از آسمان اما تو گرفتیش آوردیش. قل بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم سبحان ربی، تعجب که از حالتش، بگو سبحان الله، ای چی میگین شما؟ پاک از پروردگار من. هل کنتو الا بشرا رسولا، آیا ما بر شما نگفتیم من خود یک بشر هستم، رسول هستم؟ ما کی بر شما ادعا کردیم که من میتونم که کارهای بسیار بزرگ بکنم و جوی بسازم و چشمه بسازم و در آسمان بالا شوم و قصرهای طلایی را بسازم؟ کی ما این گپا را وعده کردیم بر شما؟ کی این گپا را گفتیم؟ من یک بشر هستم و پیغمبر هستم که بر شما فقط احکام الله را بیان میکنم. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، و میگه منع نکرد ایمان بیاورن اذ جاءهم الهدى، وقتی که برشان آمد، الا ان قالوا، مگر دلیل دیگه شان چی است؟ باز شروع کردن ابعث الله بشرا رسولا، آیا فرستاده است الله بشر انسان پیغمبر فرستاده؟ ما این قبول نداریم، باید ملائکه می بود. قل لو کان فی الارض ملائکه، برشان بگو مردم اگر در زمین ملائکه زندگی میکردن، به عوض شما ملائکه می بودن، یمشون مطمئنین، که می رفتن اما تو آرام در زمین، لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، باز ما برای ملائکه پیغمبرشان هم چی روان میکردیم؟ ملائکه روان میکردیم. حالا شما خود انسان هستین، برای انسان مزاج انسان خود انسان خوبتر میفهمه، دعوت انسان خود انسان خوب کرده میتونه، شما چرا دیگه پای بی عقلی رو میزنین؟ قل کفا بالله شهیدا، برشان بگو ای رسول الله صلی زیاد که تو جرا بحث کردن، جنجال کردن، مناظره را شروع کردن، بیا که ما کتت مناظره میکنیم، کتت بحث میکنیم، برای دلیل میگیم، بگو برشان کفا بالله شهیدا، کافی است که الله شاهد باشه بینی و بینکم، در بین ما و بین شما، انه کان بعباده خبیرا بصیرا، الله مطالع بنده های خود، با قلب های بنده خود خبیرا بسیار با خبر است، از قلب بنده های خود آگاه است، بصیرا بسیار بینا هست، حالت ما را میبینه، از شما را میبینه. و من یهد الله فهو المهتد، هر کسی که الله هدایت کرد، هدایت شده حقیقی اونم هست. و من یضلل، و هر کسی را که الله گمراه کرد، فلن تجد لهم اولیاء، باز برای از اینا هیچ دوست نمیافی من دونه بغیر از الله. و نحشرهم، الله متعال میگه باز ما را حشر میکنیم یوم القیامت، در روز قیامت، علی وجوههم، که بر روحای خود افتاده، عمیا و بکما و صما، تمام حواس از اینا را میگیریم، نابینا،
بکمن گنگ سمن کر انت ذلیل مأواهم جهنم جایگاهشان دوزخ می باشن کلما خبت هر وقتی که آتش جهنم کم شود زدناهم سعیرا باز آتش هنوز هم زیاد میکنیم بالایشان ذالک چرا این جزای سخت بر از این است ذالک جزاؤهم این جزایشان است به انهم کفروا بآیاتنا به خاطر که اینا کافر شدن به آیات ما به دلایل قدرت ما به کتاب ما به پیغمبر ما به قرآن ما به سنت ما و قالوا و باز استدلال کردن و گفتن ایذا کنا عظاما و رفاتا اگر ما به استخوان‌های پوسیده مبدل شویم و رفاتا و اعضای بدن ما پارچه پارچه تو شود اینا لمبعوثون خلقا جدیدا آیا باز ما مبعوث میشیم مخلوقات جدیدی اولم یرو میگه آیا یا ندیدن فکر خدا عقل خدا در کار ننداختن ان الله الذي خلق السماوات والارض او الله او خالقی که خلق کرد آسمان ها و زمین را قادر بسیار قدرتمند علی ان یخلق مثلهم که مثل از اینا دیگه مخلوقات خلق بکنه و جعل لهم اجلا و بگردانه بر از اینا یک اجل یک میعاد لا ریب فیه که در رویش شک نیست فابى الظالمون الا کفورا میگه ابا کردن ظالما به خاطر چی این اباره نکردن مگر به خاطر چی به خاطر ناسپاسی به خاطر کفران نعمت که هیچ وقت نعمتهای الله را اینا چی نمیکنن ناشکری میکنن هیچ وقت نعمتهای الله را شکر نمیکنن قل لو انتم تملكون خزائن برشان بگو که ای مردم اگر شما هم مالک میشدین خزائن رحمت ربی اگر خزانه های رحمت الله پیش شما هم می بود اذا لامسکتم باز او وقت چی میکردین امساک میکردین منع میکردین از دادن از او بر دیگرها باز از این خزانه ها برای مردم نمیدادین چرا خشیت الانفاق باز میگفتن والا اینی که بتیم بازی خو خرج میشه مصرف میشه از بین میره و کان الانسان قتورا الله میگه من میفهم که انسان چی هست بسیار بخیل است الله متعال میگه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر تو اینمی معجزه هایی که اینا میخواهی هم برشان بیاری آدم کافره که به میلیون ها دلیل هم بیاری قبول نمیکنن چرا امی درخواست از موسی علیه السلام کردن میگه برای موسی علیه السلام 9 معجزه دادیم بازم امی مردم قبول نکردن بازم کافر شدن ولقد آتینا موسی 9 آیات و یقینا که ما دادیم برای موسی علیه السلام 9 معجزه دادیم 9 معجزه بینات که آشکار بودیم معجزه ها را به چشم خود میبینن فاسأل بنی اسرائیل پرسان کو از بنی اسرائیل اذ جاءهم وقتی که برشانی معجزه ها آمد فقال له فرعون این بعد از اینکه معجزه را دیدن حالا چی گفت فرعون گفت انی لاظنک یا موسی مسحورا این معجزات هم برجادیم باز گفت ای موسی تو خود چی هستی تو جادو شدی این چیزایی که تو میکنی تو خودت جادو شدی قال لقد علمت ما انزل هؤلاء میگه موسی علیه السلام ارز گفت که او فرعون تو خوب میفهمی که ما انزل هؤلاء ما خود خانه تو کلان شدیم قبلا این کارا را میکردم ما کرده نمیتونستم این نازل نکرده همین چیزها را همین معجزه ها را الا رب السماوات مگر رب آسمان ها و الارض و زمین بصائر به خاطر دلایل روشنه که بصیرت تو را در کار بیاره چشم قلب تو را روشن بسازه تو ایمان ایجاد بکنه و انی لاظنک موسی علیه السلام از گفت من یقین دارم ای فرعون یا فرعون که مصبورا که تو هلاک میشی دلایل دیدی کتاب تورات دیدی آیات آمد معجزات آمد کل چیز آمد با وجود از این هم همین مشکلات هم. فاراد ان یستفزهم فرعون خواست که موسی علیه السلام و پیروانشان بکشه حرکت بده از کجا من الارض از زمین اینا را از این منطقه بکشه فاغرقناه الله متعال میگه ما خودش غرق کردیم و من معه و هر کسانی که از لشکریانش که همراهش بود جميعا کلشان از لشکر فرعون کلش غرق شد و قلنا من بعده لبنی اسرائیل میگه باز بعد از گفتیم برای بنی اسرائیل که اسکنوا الارض در سرزمین زندگی بکنین فاذا جاء وعد الاخره باز اگر روزی که وعده آخرت آمد جئنا بكم لفیفا باز همه شما را جمع میکنیم کلتان یک جای میریم و بالحق الله متعال میگه ما این قرآن عظیم شان نازل کردیم با توحید و بالحق انزل الله ما ایره به وحدانیت حقیقی که اثبات وجود و وحدانیت الله را میکنه با این نازلش کردیم و بالحق نزل و تو هم صرف خدمتگار توحید هستی آمدی رسول الله صلی الله علیه و مردم به وحدانیت الله دعوت بکنی و از شرک و کفر و بیدینی چی کنی مردم دور بکنی و ما ارسلنا که ما ترا نفرستادیم
مگر تو دو وظیفه داری، مبشرا و نذیرا، که انسانهای مؤمن موحد بشارت بده به جنت و نعمتها، و نذیرا و انسانهای بیدین بترسان از چی؟ از عذاب الهی. یعنی تو مبشر هستی و نذیر هستی، بشارت دهنده و ترساننده. و قرآنا، و این قرآن عظیم الشان که هست، این فرقناه، الله متعال میگه ما این نازل کردیم کم کم، در هر حادثه آیات قرآن میامد، کلش یک دفعه نازل نکردیم در 23 سال، اما تو کم 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 میایه. به خاطر چی؟ لتقرأه علی الناس علی مکث، که تو بخوانی ای رسول الله صلی الله علیه و آله امی قرآن عظیم شان بالای مردم علی مکث، و بسیار آهستگی، آهسته 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 برشان یک یک حکم بیان شود، در هر حالت زندگی یک حکمی از الله برشان بیان شود. و نزلناه، و ما نازل کردیم این قرآن عظیم شان را تنزیلا، حقیقتا این تنزیل نازل شده از جانب خالق متعال، از خالق یکتا است. قل آمنو بهی، بگو برشان که اگر شما به ایمان بیارین، او لا تؤمنو، یا به ایمان نبیارین، ان الذين اوتوا العلم من قبله، یقین داشته باشین کسانی که برشان علم داده شده بود قبل از این، اذا یتلی علیهم، وقتی که برشان تلاوت میشد آیات کتاب الله، یخرون، مفتادن، للاذقان، بر روی های خود، سجدن، سجده کنن، و یقولون، و میگفتن، سبحان، پاک است ربنا، پروردگار ما، خالق ما، رازق ما، شفا دهنده ما، این کان وعد ربنا لمفعولا، یقینا که هست وعده پروردگار ما انجام شدنی. و یخرون للاذقان، و بر روحای خود در زمین مفتادن، یبکون، گریه میکردن، و یزیدهم خشوعا، و امی گریه هایشان و اطاعتشان از الله و توحیدشان هنوز بر از اینا خشوع و عاجزیشان بسیار زیاد میکرد. سجده تلاوت است، ما شما سجده تلاوت میکرد. اعوذ بالله من الشیطان. قل ادعوا الله، بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، قل ادعوا، بگو که شما دعا بکنید، دست دعا بلند بکنید و طلب بکنید به نام الله، او ادعوا الرحمن، یا طلب بکنید به نام رحمان، ایما تدعو، به هر نام الله که شما الله را بخواین، فله الاسماء الحسنى، الله متعال نامهای حسنا داره. در قرآن سنت 99 نام الله ذکر شده، شما با نامهای الله توسل کنین، با نامهای الله دعا بکنین، بگین یا رحمان، یا رحیم، یا الله، یا غفور، الله بخواین، نامهای الله را وسیله توسل با اسماء الله الحسنا بکنین. الله متعال میگن به هر کدامش که بخواین، الله متعال نامهای زیاد داره، و این نامها بر زمین هست که انسان مسلمان در مقابل هر مشکل خود دست دعا را به اون نام الله بلند بکنه. و نامهای الله بر زمین هست که انسان مسلمان نامهای الله را یاد بگیره، مطابق نامهای الله زندگی بکنه. مثلا الله الرقیب است، مرا مراقبت میکنه، پس اگر یک کسی تحت زمین نام زندگی بکنه، همیشه از مراقبت الهی میترسه، همیشه تسلیم الله میباشه، ولو که در یک زیرخانه تاریک هم باشه، با وجود از این هم الله را فراموش نمیکنه و میفهمه که همیشه الله مراقب ما هست. یک استاد بود، شاگردای خدا بسیار درس عقیده داده بود، آخری روز که شد از یک امتحان گرفت. امتحان گرفت، بر از هر کدامشان یک دانه مرغ آورد، کتی یک تا کارت، گفت بگیرین این مرغ رو ببرین در یک جای ذبح کنین که هیچ کس شما را نبینه. این شاگردای صاحب دویده رفتن، استاد خوشحال بسادن که سر بام دید که هیچ کس نیست، این چی کرد؟ ذبح کرد. دیگه در زیر خانه رفت ذبح کرد، دیگه در باغ رفت ذبح کرد. یک دانش پس آمد دست خالی، ذبح نکرده بود. کلگی سر از این خنده کردن، گفتن که اوهو توی رسایی کن، یک مرغ کشته نمیتونه. استاد پرسانش کرد که تو چرا بچه دست خالی آمدی؟ گفت یا استاد شما گفتین در جایی برو که هیچ کس تو را نبینه، هر جایی که من رفتم مرا الله میدید، پس من هیچ جایی نیفتم که مرا هیچ کسی نبینه. خالق متعال در هر جای ما را میبینه، کرامان کاتبین در هر جای امرای ما شاهد است، حفظت الکرام در هر جای امرای ما بود، پس من جایی نیفتم که هیچ کسی مرا نبینه. الله متعال میگه ولا تجهر بصلاتک، بسیار صدایت بلند نکو در نمازت،
ولا تخافت بها و بسیار پست مخوان و ابتغی بین ذلک سبیلا، در بین اردوی ازی چی کن؟ یک راه بگی متوسط. بعضی اوقات ما و شما نماز جهری میخوانیم، امام ما جهر میخونه، بعضی اوقات نماز خفیه خوانده میشه، بعضی اوقات که باز انسان تنامان نه جهر میخونه نه خفیه، تو نماز تا به شکل میخوانی که حضور قلبی پیدا شد. یکی از شرایط حضور قلبی است که صدایت خودت بشنوی. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، سر هر آیت استاد شوی، نمازت به طریق رسول الله صلی الله علیه و میشه. این با تجوید بخوانی در نمازت حضور پیدا میشه، معنای نماز بفهمی در نمازت حضور پیدا میشه. پس الله متعال میگه که وابتغی بین ذلک سبیلا، در بین البری ازو راه بگیم. بگو و قل الحمد لله الذی، بگو که حمد و ثنا و صفت از برای الله و ذاتی که لم یتخذ ولدا، فرزند نگرفته هست، به دختر و پسر نیاز نداره. این سخن مشرکا هست. پس من میگم که حمد و ثنا و صفت به او ذاتی هست که ولد نگرفته است. ولم یکن له شریک فی الملک، در ملک هزی، در تصرف هزی هیچ کس شریک نیست که کابل او نگاه کنه و مزار او برش نگاه کنه و ایرات او نگاه کنه و آسمان اول او نگاه کنه. نه 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 نه، زمین و آسمان و کابل و هیرات و مزار کلش الله حفظ میکنه. ولم یکن له شریک فی الملک، در مالکیت الله کسی شریک نیست. متاسفانه بعضی کساست عقیده توحید ندارن، شرکیات و کفریات گفته میره و مصرف بس. ولم یکن له ولی من الظل، نیست برای الله کدام مددگار من الظل که در وقت ضعف العیاذ بالله باز او را کمک بکنه. الله متعال قوی هست، قادر است، توانا هست، حکیم است، عالم است، هیچ وقت بر از او ضعف نمیایه. پس او خالق متعال که قوی هست، هیچ کمک کننده نیاز نداره. فلسفه بت پرستا چی هست؟ فلسفه قبر پرستا چی هست؟ قبر پرستا که هستن تشبیه میکنن الله را به پادشاه. وقتی که به پادشاه های عاجز تشبیه کرد، این خودش شرک کرد. باز وقتی که قبول کرد این نفر برش گفت که والا الله مثل پادشاه ورست، باز میگه پیش پادشاه مستقیما رفته میتونی؟ نه نمیتونی، حتما پیش سکرتر پادشاه میری، پیش رئیس دفترش میری. باز او رئیس دفترش و سکرتر و بادیگاردش و مقربش عریضه تا میگیره، باز برای پادشاه پیش میکنه. حالا که قبول کردی که الله هم مثل پادشاه وارست، مجبور هستی پیش از بت بری، این سکرتر پادشاه است، پیش از بت دیگه بری، این رئیس دفترش است، پیش از قبر بری، این مقربش است، بازی عریضه تو را میگیره به الله پیش میکنه. الله متعال میگه که ای مسلمان موحدی که عقیدت از قرآن گرفتی، این قسم عقیده داشته باش که تشبیه الله را اگه به پادشاه کردی، این شرک است. لیس کمثله شیء، پادشاه عاجز است، ناتوان است، از مجبوریت عریضه کلگیر خوانده نمیتونه، مجبور است سکرتر رئیس دفتر داشته باشه. الله متعال کس میگه ولم یکن له ولی من الظل، هیچ مددگار نداره که شما او را بگوین که اولیا هست. که ولی جمعش میشه اولیا، نیست تو اولیا و دوستایی که الله را از ضعف و عاجزی خود دوست خود گرفته باشه. اولیاء الله کسانی هستند که وا عبادت الله را خوب کردن، خودشان عاجز هستند، به الله محتاج هستند، احتیاج خود برای الله بیان کردن و دوست الله شدن. اما الله او دوست نداره که الله ضعیف باشه باز ولیش بخیزه او را کمک بکنه. این کفر نگوین و کبره تکبیرا و تعظیم کو به الله. ببینن چقدر توحید بیان میکنه. اول توحید در حمد بیان میکنه که توحید زبانی است، و قل الحمد لله الذي لم يتخذ، اینجا باز توحید در ذات الله هست که الله ولد و فرزند نگرفته. ولم یکن له شریک فی الملک، توحید از در ربوبیت الله هست که الله مالک متصرف قوی هست که همه دنیا را حفظ میکنه. ولم یکن له ولی من الظل، توحید است در صفات الله متعال که الله ذات قوی هست، کدام کسی نداره مددگاری که الله را در وقت ضعف العیاذ بالله کمک بکنه. الله نیاز نداره به هیچ. الله الصمد، الله بی نیاز است. در سوره اخلاص میگه الله صمد بی نیاز است. بی نیاز از چی هست؟ نیازی به سکرتر و رئیس دفتر و مقرب و این مردمان نداره. الله متعال اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون،
وقتی که بخوای که زمین و آسمان یک مرتبه تکت تکه بکنه، یک دفعه می کلش تکت تکه میشه. اگر بخوای که یک لحظه کلش خلق بکنه، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بشناسین الله را. این از کسی که قرآن رو نمیفهمه ضد قرآن گپ میزنه. و کبره تکبیرا، الله را بسیار تعظیم بکنین، بزرگ بگوین الله اکبر، با تکبیر و بزرگی و عظمت الله متعال یاد بکنین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واستغفرك واتوب اليك.